ازبکستان در سالهای اخیر به ساحه تعلیم بخصوص بلند برداشتن سطح زندگی و رشد کسبی آموزگاران توجهی خاص ظاهر نموده است. امروز ما شاهد چاره‌بینی ها و امکانیت های زیادی هستیم که برای آموزگاران کشور فراهم آورده شده است. در ازبکستان تعلیم به 7 زبان راه اندازی شده است. یکی از آنها زبان تاجیکی بوده. امروز در 250 مکتب فرزندان ما با زبان مادریمان تعلیم و تربیت می‌گیرند. با ابتکار فعالان مرکز فرهنگی ملی تاجیکان شهر تاشکند آریانا و راهبری مکتب میانی رقم 17 شهر انگرین دایر به بزرگداشت و احترام زبان تاجیکی جشن دیننشین فرهنگی و هنری برگزار گشت. مکتب میانه رقم 17 تعلیم پر به زبان تاجیکی برده می شود. امروزها در مکتبمان 1479 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می گیرند و آنها 91 نفر آموزگاران تعلیم و تربیت می دهند. موفقیت های مکتبمان نهایت بسیار است. یکی از آن مکتب بیت تلفنی در ولایت به همین نامیناسیون صاحب شدیم و از طرف حاکم ولایت ظاهر طاهرویچ به مکتبمون 300 میلیون مبلغ دادند. ما برای پیشروی تعلیم و تربیت مکتب را با دستگاه‌های الکترونیک تامین نمودیم. برابر این خوانندگان ما در بسیار آزمون‌های شهر، ولایت، جمهوریت اشتراک نموده جای‌های نمایان را گرفته ایستادند. یکی از آنها در المپیادهای فنی 14 نفر خوانندگان ما اشتراک نموده جای‌های یکم و دوم را گرفتند. در زینه ریسپوبلیکوی باشد 5 نفرشان اشتراک نمودند. البته با برپاری‌ها گشتند. سال خوانش 2024-2025 56 نفر ختم کنندگان ما به دانشگاه‌های عالی داخل شدند. امروز 78% ختم کنندگانمان شاگردان دانشگاه‌های عالی شدند. برابر این برای پیشروی تعلیم و تربیت در مکتبمان همه شرایط‌ها فراهم هست. با کتاب‌های درسی پوره تامین گردیدند. در مکتب همه خانه‌ها صاحب دستگاه‌های الکترونی هستند. 3 تا خانه کامپیوتری هست. در این گرد همایی استادان سخن و روزنامه‌نگاری، زیایان همچنین طالب علمان درباره مقام و منزلت زبان مادری و رشد و نمو آن در کشور ما سخنرانی ها کردند. شعرها قرائت نمودند و سرودها خواندند و رقص های عجایب نمایش دادند. تجلیل عید زبان چون آنها در ما سالهای سال دوام می‌دهد. نه فقط روز 5 اکتبر بلکه تمام سال در مکتب چون آنها عید زبان است. ما نمایندگان این زبان با فخر میکنیم که زبان ما زبان اولادی، زبان اجدادی از این زبان وجود داشت. به این زبان شعر و شاعران شعر میگفتند. به این زبان دیوانهای زیاد چاپ شده است که تاکنون ما آنها را میخوانیم، تحلیل میکنیم، به شاگردان میآموزانیم. ما باید فخر کنیم که زبان ما همین تاریخ بزرگ دارد. از همان آخر عصر 8 و ابتدای عصر 9 سر کرده این زبان دولتی بود و این روزها با آن ما فخر میکنیم که ما نمایندگان این زبان را پره کرده ایستادیم. من طی 45 سال از زبان درس گفتم. امروز شاگردان ما ادامه داده ایستادند. من حاضر در تدبیر دیدید علمان حمیدالله که بسیار شیرین سخن، بسیار خوشرو است. من یک چیز دیگری را معلومه باید گویم. در طول مهنتی خودم من در عالیگاه هم بودم، در مکتب کسبی و هنری هم بودم. وقتی که اینجا بیام ما نه اینکه باطناً ظاهراً هم بچه‌های ما خوشرو هستند. پیشرفت هر یک کشور به سطح معرفت و دانش شهروندانش وابسته است و این معرفت را محض معلمان
با مهنت شبانه روزی در قلب نورسان و جوانان جای می کنند. هر کسی که در جامعه موقع ارزنده دارد در اول از مکتب معلم گذشته است، زیرا تربیه یک معلم تربیه یک نسل است. ما یک چند سال با نشر کتاب الفبا و مؤلف انا همین کتاب شده کار بردم. بغیر از این به کتاب‌های زبان مادری، خوانشی صنف‌های ابتدایی همچون تقریضچی شده کار بردم. انا امسال برای خدمت شایسته من با نشانه سرسینگی خلق تعلیم فدایسی مکافاتانیده شدم. البته از این مکافات من اهل جمعی مکتب من خیلی خرسند شدند و البته این مکافات یگانه مکافات من نشده، مکافات اهل جماعه است. من خیلی خرسند شدم از این مکافات گرفتم و البته من بعد من حرکت میکنم که در تربیه نسل نورس باز هم فعالتر کار برم. البته این مکافات مرا روح بلند کرد. معلمان مکتب رقم 17 شهر انگرین دارای خصلت‌های نجیب و اخلاقی نمونوی می باشند. آنها همیشه در تکمیل اختصاص، آموزش نوگانی‌های علمی و فنی و رشد شخصی با طلبات زمان همقدمند. آنها شاگردان را برای فردا تیار می کنند. الله مادر به گوشم با زبانی تاجیکی، نقش بسته بر کلامم سجخانی تاجیکی. این زبانی عالی سامان، این زبانی رودکی، ابن سینا کرده وایش با بیانی تاجیکی. از سمرقند و بخارا هم دیاری پنجکل، ابتدا آمد به دنیا گربیدانی تاجیکی. سرفرازی میکنم من با بزرگانی دری، شمس خاور شد همه نور نهانی تاجیکی. پیر مشرق دل به یار و دست به کار گوید بدان، جا گرفتی قلب ما را هم ایمانی تاجیکی. ای زبانی مثنوی و معنوی، ای زبانی رودکی و مولوی، تو کهنسالی ولی حالا نوی، دوستت دارم زبانی تاجیکی. گنجی به خطای من لفظی داری، با لطافت‌های خود دل میبری. من نمی سازم برایت داوری، دوستت دارم زبانی تاجیکی. خیلی که میگم هر که زبان گم کند نام نشان گم کند. البته هموطنان آموختن زبان مادری این وظیفه هر یک مایان هست و ما میفخریم میبالیم امروز در وطن آزاد استقامت کرده ایستاده. در دایره برنامه دولتی رشد ساحه تعلیم، بنیاد و تجدید مکتب‌ها، تعلیم آنها با لوازمات تعلیمی و تکنیکی معاصر براه مانده شده است. البته این تشبس‌ها برای آموزگاران محیط بهتری کاری مهیا نموده صفت تعلیم بالا می رود. خوش آهنگ و گوارا دلپذیر است، زبان شاعران بی نظیر است. جهان را به نرمی کرد تسخیر، دری ما چه لفظ مقتدیر است. ما در این مکتب در صنفخانه ها داخل شدیم، با بچه ها با خواننده ها سوال و جواب کردیم و از سوال و جواب ها خیلی خوشنود گردیدیم. سطح دانش بچه ها بلند است. تمام صنفخانه ها با تجهیزات زمانی مجهز است. یک واقعه بسیار هم خرسندی آور و کم نظیر این است که در همین مکتب که صرف تاجیکی می باشد و قریب 1,500 خواننده ها تحصیل دارند و جماعی بسیار مقتدری
آموزگاران به آنها تعلیم میدهند، تمام شعار و دیوار آویزه ها به زبان تاجیکی است. من این خیلی مکتب در جمهوری کم دچار کردم. می‌سازد که دیگر مکتب ها از همین مکتب عبرت گیرند، میگویند که تا حرف زند به تاجیکی طفل شما، دنیای ورا تاجیکی بنیاد کنید. من در همین مکتب تمام شعار آویزه ها، بیت های کلاسیک ما در همین کریدورها، در صنف خانه ها همش به نظر میرسد. من فکر میکنم که خود ما وقتی که مکتب میخوندیم، انا همین خیلی بیت های کلاسیک های آموخته و همین شاعری هوس پیدا کردیم. نمیدونیم در جاده شاعری تا به کجا رسیدیم، اما گفتنی هستم که اینها همش ماهیت تربیوی دارد. همین محیط خوانندگان به زبان و گرفتن دانش آماده میکند. یگانه کلیدی که به همین فنها خواننده داخل شده میتواند، این کلید نامش زبان است، زبان مادری است. اگر خواننده ها، مکتبیان زبان مادری خود عمیق دانند، در همین فنها، در تاریخ، در متماتیکا، در فیزیکا، در دیگر فنها هم برای آنها گشاده میشد و صفت تعلیم و تربیه بسیار هم بلند می شود. چنانه که سرور دولت تاکید نموده است، رشد هر یک دولت از نسل سالم و با معرفت وابسته است. از این رو در راه بنیاد ازبکستان نو ما باید برای بوای رسیدن جوانان سالم با معرفت، خوش ذهن و وطن دوست تمام شرایط ها را فراهم آوریم. ما از صحبت با طالب علمان قناعتمندی حاصل نمودیم. هر یک خواننده در ملاقات آزاد بوده اندیشه خود را روان با زبان مادری بیان می نمود. از تاشکند، از نام بنیاد فرهنگ تاجیکان شهر تاشکند با دست خالی نمی‌آمدیم. ما برای مکتب رقم 17 شهر انگرین ولایت تاشکند بیشتر از 400 کتاب آوردیم که اینا همه یک گنجینه است. یک گنجینه ای که استاد حمیدجان حامیدی، پروفسور دکتر علم فیلولوژی که سالهای سال برای آموزگاران درس دادند و در دانشکده آموزگاری به نام نظامی تاشکند کار میکردند، تمام فعالیتشان با همین دانشکده وابسته است و از خودشان اینقدر یک بسیار میراث غنی گذاشتند و همین کتاب‌ها رو فرزندانشان موافق وصیت داملا همین کتاب‌ها رو برای ما دادند که به یکی از مکتب‌ها، معرفتگاه‌های مناسب‌ترین همین چیز رو تحفه کنیم. و امروز ما آمدیم به این درگاه که همین مکتب، همین کتاب‌ها رو برای خواننده‌ها رو برای استادان تحفه کنیم و آنها، من فکر می‌کنم که این کتاب‌ها بی صاحب نمی‌مونند، این کتاب‌ها به خزینه مکتب تبدیل می‌یابند و استادها شاگردان رو تشویق می‌کنند که از این کتاب‌ها بهره برند. برای همین من اینجا فکر می‌کنم که بهترین کتاب‌هایی که با ادبیات ما ارتباط دارند، بهترین کتاب و نمونه‌های نثر و نظم کلاسیکیمان و ادبیات معاصرمان در اینجا گرد آمده است و در این صدد باز چند کتاب از نامزد علم فیلولوژی شرقشناس ضیاءالدین صدرالدینوف نیز در اینجا هست که اون قسم فرزندانشون که چند سال پیش وفات کرده بودند، فرزندانشون گفتند که همین کتاب‌ها رو برای مکتب تاجیکی هدیه کنید و ما همه این رو آوردیم. خصوصا در این روز بسیار یک عالی جناب، در این روزی که ما روز زبان تاجیکی رو جشن میگیریم، همین کتاب‌ها رو برای مکتب هدیه کردیم و من فکر میکنم که ما من بعد هم همچنین کتاب‌ها را از خزینه‌های گوناگون، از میراث استادان که در خانواده‌شان، عائله‌هاشان، فرزندانشان نگهداری میکنند پیدا کنیم و من بعد اونها را به معرفتگاه دیگر تاجیکی هم برده هدیه کنیم. و البته همه این در پرتو اون سیاستی هست که امروز در جمهوری کتابخوانی خیلی بالا رفته است و حتی به درجه سیاستی دولتی برداشته شده است که امروز در مسئله کتابخوانی خیلی آزمون‌ها هست و چخیلی که با ما در این مکتب گفتند، از این مکتب هم در مسئله کتابخوانی در آزمون‌ها اشتراک کردند و موفق شدند تا درجه جمهوری رفتند. حتی برای همین باز فکر می‌کنم که این کتاب‌ها باز برای مکتب مذکور بسیار مدد می شود و من بعد اینها موفقیت خودشان را در مسئله کتابخوانی، اشتراک در آزمون و پیروزی‌های خودشان در
جهت مطالعه کردن کتاب و دوست داشتن کتاب و من فکر میکنم که استادان برای این مساعدت میکند که من بعد آنها از این باثمر استفاده کنند و عالم معنوی خودشان را غنی گردانند. امروز آموزگار بودن در ازبکستان نه تنها پیشه بلکه افتخار است. امکانات‌های نو از تکنولوژی معاصر تا دستگیری اجتماعی آنها را در این راه قوت می‌بخشند. وقتی که آموزگار رشد می‌یابد، تمام جامعه رشد می‌کند. بنابراین سرمایه گذاری به آموزگار سرمایه گذاری به فردای کشور است. گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختن خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموع حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی بو هم بستگی یک دیگریه، در هستی بو هم بستگی یک دیگریه. خدا مددگارت باد، اسیان دلی و تو نکشی، دادی خداست، ای دادی خدا